این صبحانه هاشه که من برداشتم. این شیره با بادوم هندی با این نون محلی، سیب زمینی سرخ کرده، تخم مرغ آبپز، البته کلی چیزای دیگه داشت که من دوست نداشتم چون من نمیخورم. اینم رسون برای صبحانه. اینا فقط بچه های تیم ما. بیام صبحانه های اینجا شو بگیرم. این چیه؟ فکر میکنی؟ مرغ چیزی باید باشه احتمالا این هم که شیره همون که من داشتم میخوردم سالاد. یه آدم میوه و چیزایی دیگه من دوست ندارم. تخممو نمیخورم. تخم مرغ،